ناحیه لخش 10 مارس سال 1931 تأسیس یافته است. سالهای 1939-1955 این ناحیه در حیات ولایت غرم بود. مرکز ناحیه شهرک وحدت می باشد که در ساحل دریای سرخاب 284 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه واقع گردیده است. توری از جانب بعضی عالمان و سیاحان گذشته و امروزه کشورهای گوناگون از جمله سیاحان چینی، عرب و فارس تذکر شده است که وادی رشت از جمله ناحیه لخش در گذشته دور دارای تاریخ و فرهنگ، الفبا و ادبیات و دولت و دولتداری بوده است. یک شاخه راه بزرگ ابریشم به واسطه وادی رخش و اولای گذشته دنیای شرق و غرب را به هم می پیوسته است. خرابی های شهر چارگل در وادی لخش دلیل آنند که در این ناحیه صنعت معماری و شهرسازی هنوز در دوران قدیم انکشاف یافته بود. ناحیه لخش از سال 1870 تا غلبه انقلاب اکتبر در بخارا در حیات غرم بود. بعد انقلاب آن همچون ناحیه تابع به حیات ولایت غرم داخل گردید. از ماه اپریل سال 2016 این جانب با نام ناحیه لخش معلوم می باشد. ناحیه لخش در وادی رشت جایگیر شده است. در شمال با ولایت بادکند قرقیزستان، در غرب با ناحیه رشت، در جنوب با ناحیه های تاجیک‌آباد و سنگوار و در شرق با ناحیه جانولای قرقیزستان و ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم سرحد است. مساحت ناحیه لخش 4580 از 1 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. مرکز امروزه ناحیه و اکثر دهه ها در وادی نسبتاً فراغ حوزه دریای سرخاب دامن گستردند. از چشم سورانش دریاچه های کوهی مقصو، تمدیقل، پیازی، آبی کبود، دوانه، غلامه مجرا می گیرند. با آن دریاچه های بسیاری همراه می شوند که کلانترینشان از چپ مقصو و از راست آبی کبود می باشند. ناحیه لخش در بلندی زیاده از 1500 متر از سطح بحر قرار دارد و زیاده از 95% حدود آن را قطار کوه‌ها تشکیل می دهند. ناحیه برای رشد ساحه سیاحی مخصوصاً سیاحی اکولوژی و کوهی و ورزشی خیلی مساعد می باشد. اقلیم خوب، باد و هوای فارم، طبیعت دلفریب و منظره های زیبای دلکش امکانیت می دهند که ساحه سیاحی در ناحیه رشد و ترقی نماید. ناحیه در قطار دیگر شهر و ناحیه های جمهوری برای رشد ساحه سیاحی امکانیت های خیلی زیاد داشته، در صورت استفاده بردن این امکانیت ها در دوام سالهای آینده می توان شماره زیاد سیاحان خارجی را از ممالک گوناگون جهان جلب نمود. در جماعت دهاتی سریتال در دهه آسیابان حوض کلان در مساحت 5 هکتار جایگیر است. این حوض در موضع نهایت زیبا در دامنه کوه جایگیر می باشد که نظر هر سیاح را به خود جلب می سازد. در دهه دشت مرغان جماعت دهاتی سرخاب در بلندی زیاده از 2000 متر از سطح بحر حوض کبود در مساحت 45 هکتار جایگیر بوده از دیگر حوضها با خصوصیت به خود خاص به کلی فرق می کند. یکی از خصوصیت های این حوض در آن است که آب آن پوره کبود می باشد و آن آب صاف و شفاف است. دیگر خصوصیت خاصش در آن است که در این حوض یگان نمود ماهی یا اینکه دیگر نمود جاندارهای بحری وجود ندارد. از آب مصفای این حوض اهالی دهه دشت مرغان همچون آب آشامیدنی استفاده می برند. در حدود ناحیه همچنین یادگاری‌های تاریخی موجودند. یکی از آنها در دهه سیبستان جماعت دهاتی سیلی‌آباد جایگیر می باشد و آن غار سیاه نام دارد. تاریخ‌شناسان معین کردند که این غار به دوره تا میلاد منسوب بوده. آدمان قدیم در این موضع عمر به سر می بردند. در سنگ و شوخ‌های اینجا عکس آدمان قدیم، حیوانات و دیگر رسم‌های دیدنی و تماشاباب نقش بستند. چونین نوشتجات و عکس‌ها در نزدیکی دهه بوشالان جماعت دهاتی سرخاب، موضع تندیقل جماعت دهاتی نورافشان نیز موجود می باشند. این از آن شهادت می دهد که ناحیه لخش دارای تاریخی بای و رنگین می باشد. یادگاری‌های تاریخی و موضع‌های زیبا، کوه‌های سربلند و چشمه‌های مصفا، دشت و دمن فراخ دقت هر بیننده را به خود جلب می سازد.